لامین یامال رو احتمالاً خیلی از پسرهای فوتبالی و کسایی که فوتبال دنبال میکنن رو بشناسن. یه پسر 18 19 ساله اسپانیایی که به تازگی تونسته خیلی توی سطح اول فوتبال خودش رو مطرح کنه و ثروت زیادی با اینکه قبل از سن 20 سالگی هست خلق بکنه و به دست بیاره، تا جایی که تا قبل از 20 سالگی تقریبا میشه گفت به همه عناوین بزرگ فوتبالی دسترسی پیدا کرده. یعنی یک بار قهرمان جام جهانی شده و یک بار قهرمان یورو شده. قبل از اینکه بخوام سطح چهارم آگاهی دانش همسویی با کیهان رو بهتون بگم، این داستان رو براتون تعریف میکنم تا به خوبی بتونید کد چهارم خلق ثروت رو، سطح 4 آگاهی رو با همدیگه درک کنیم و در زندگیمون انجامش بدیم. لامین توی یک خانواده بزرگ شده که پدرش تقریبا 34-5 سالشه و مادرش هم تقریبا همین سن داره. تو سن حدود 16-17 سالگی این بچه رو باردار میشن و در کشور اسپانیا توی خونه اجاره‌ای که یه شخصی بهش رو میده زندگی میکنن. از لحاظ مالی بسیار وضع ضعیفی داشتن، یعنی اصلا خانواده ثروتمندی نبودن که این پدر و مادر مجبور میشن که تو خونه اجاره‌ای که یک نفر حتی یه مدتی ازشون اجاره هم نمیگیره زندگی کنن. یعنی بهشون لطف میکنه دیگه، میگه آقا شما تازه ازدواج کردین، بیاین تو این خونه زندگی کنید و فعلا اینجا باشید دیگه. از قضا این خانواده هم مسلمان هستن. اصالت این خانواده برمیگرده به کشور مراکش، یعنی یک کشوری که الان شما برید توی گوگل سرچ کنید، یک کشوریه که مثل کشور خودمون ایران کشور درگیر تورم، یه مردمان فقیر بسیار زیادی داره و اکثرا به اسپانیا مهاجرت میکنن. دلیلش چیه؟ کشور اسپانیا یک کشوریه که ثروت زیادی داره و جریان ثروت، الگوهای ثروت بسیار زیادی در این کشور وجود داره. یعنی شما وقتی که وارد اسپانیا میشید اتومات وارد یک حلقه ثروت میشید، اصلا بدون اینکه بخواید کار عجیب و غریبی انجام بدید. یعنی ساعتها بخواید تلاش کنید یا بخواید روزانه 12-13 ساعت کار کنید که زنده بمونید، به محض که شما خاک کشورت رو ترک میکنید و وارد اسپانیا میشی، وارد یک الگوی ثروت بزرگی میشی که تو رو هم در این جریان قرار میده. حالا بریم سراغ لامین وقتی که بزرگتر میشه، خب میاد وارد باشگاه بارسلونا میشه و تو تیم نونهالان بازی میکنه. یه پسر سیاه چرده‌ای که اصالتش اسپانیایی نیست ولی چون متولد شده یه اسپانیا هستش، اونجا به قولی میاد توی باشگاه بارسلونا و فوتبال بازی میکنه. تو همون سطوح کودکی توی باشگاه بارسلونا جذب تیم ملی اسپانیا هم میشه. حالا اینو در نظر بگیرید، برای یک مهاجر تو سن 8-9 سالگی وارد تیم ملی یک کشور دیگه میشه مثل اسپانیا که فوتبالش جز 5 فوتبال برتر دنیا هستش و الگوی ثروت فوتبالی اینقدر اونجا بالا هست که شما با یک استعداد تقریبا متوسط میتونی جذب تیم‌های پایه و یک کمی هم تلاشت رو بیشتر کنی میتونی موفق بشی. خب یامین میاد چیکار میکنه؟ لامین یامال میاد عضو تیم نونهالا میشه، بعدش نوجوانا میشه و بعدش جذب تیم بارسلونا میشه که برای تیم بزرگسالان بازی کنه. اینجا 15-16 سالش بیشتر نیست و دقت کنید وقتی که وارد یک چرخه ثروتی مثل باشگاه بارسلونا میشی فرصت خلق ثروت زیادی داری و توی چند بازی که میاد انجام میده، چون تو باشگاه بارسلونا اینقدر رسانه‌های زیادی روش زوم دارن و ثروت زیادی داره باشگاه بارسلونا در سطح جهانی خلق میکنه، با چند بازی میاد خودش رو یک ستاره معرفی میکنه و ارزش خودش رو از چند هزار دلار به حدود چند میلیون دلار میرسونه. یعنی با چند بازی فوتبال، چون وارد یک چرخه‌ای شده که اونجا ثروت زیادی وجود داره، با یک تلاش نیمه متوسط و معمولی خودش رو بالای 1000 میلیارد ارزش به قولی خریدش تو باشگاه بارسلونا میرسونه. اگر دقت کرده باشید تو فضای مجازی دائما
در حال خوشگذرونی، دائما با دوستاش داره میره بیرون، اصلا داره با فوتبال عشق میکنه، داره لذت میبره، یعنی یه کار سختی رو انجام نمیده. یعنی این نیست که با مشقت ساعت 7 صبح پاشه بره سر تمرین، وقتی که میخواد وارد زمین بشه با درد زیاد، با خستگی زیاد وارد بشه. همیشه لبخند داره، همیشه خوشحاله، همیشه داره از اون کاری که انجام میده لذت میبره. و تو کمتر از 2 سال تونسته به بزرگترین عناوین دنیا، یعنی یورو، قهرمانی یورو و قهرمانی جهان در سطح فوتبال برسه، که تونسته الان ارزش خرید خودش رو در مارکت فوتبالی به بالای 100 میلیون دلار برسونه. یعنی در عرض کمتر از 4 سال از یک بازیکن معمولی توی یک خانواده فقیر که اجاره نشین بودن، تونسته بیش از 100 میلیون دلار برای خودش خلق ارزش کنه و پدر و مادرش رو به یک ثروت زیادی برسونه. خودش هم که در یک ثروت بسیار زیادی قرار گرفته، که یک کوچولو سرچ بزنید توی فضای مجازی میبینید که لامین یامال الان یک ستاره مشهور جهانی شده، کلی ثروت داره و لایف استایل افراد ثروتمند پیدا کرده. چه اتفاقی میفته که همین کودک اگر تو کشور مراکش میمون، ممکن بود تا الان تو سن 19 20 سالگی نهایتا کارگر یک ساختمونی یا یک کارگر رستورانی میشد و یه حقوق چندرغازی هم میگرفت. میریم وارد سطح 4. آگاهی میشین، کد خلق ثروت اول. در سطح 4 آگاهی، خداوند خورشید، ماه و ستارگان رو خلق میکنه. در کتاب‌های باستانی و دینی میگه که در روز 4 خلقت خدا میاد خورشید، ماه و ستارگان رو خلق میکنه. استعاره از چه چیزی داره این؟ نماد پدید اومدن شب و روز، نماد شکلگیری الگوها و چرخه‌های دنیا. همه چیز در دنیا داره یک سری الگوها و چرخه‌ها هستش. ما از لحظه‌ای که وارد کره زمین میشیم، وارد دنیای الگوها و چرخه‌ها میشیم. چرخه شب و روز، چرخه ماه، چرخه سال، تابستان، زمستان، پاییز، بهار، چرخه فصل‌ها. حالا اینجا چه چیزی رو میتونه برای ما باعث خلق ثروت بشه که ادامه آموزش‌ها بهتون میگم. اگه تا اینجای آموزش‌ها براتون مفید بوده باشه، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا در این مسیر با هم همراه بشیم و بتونیم به آگاهی‌های بزرگتری در کنار همدیگه برسیم. تو سطح 4 آگاهی، فرد متوجه میشه که همه چیز الگو و چرخه داره. یعنی تو یه برهه‌ای از زندگی متوجه میشه که خیلی از فرصت‌های خوب برات میومد. یعنی تو یه سنی نگاه میکنی میگی من هر لحظه برام یه فرصتی خلق میشد. میرفتم دانشگاه، یه فرصت کاری به وجود میومد، یه پیشنهاد خوبی برام میومد. هر جا که میرفتم تو یه تایمی از زندگیم خیلی فرصت‌های خوبی داشتم، ولی الان اون فرصت‌ها دیگه نیست. این دقیقاً همون الگوها و چرخه‌های از زندگی هستش که به صورت سینوسی و کوسینوسی در حال تغییره. یعنی یک زمان شما در نوک قله هستید، هر کاری که انجام میدید براتون پر از ثروت، پر از موفقیت، پر از خوشحالیه، ولی یه روزایی هم میرسه که اتفاقات بد میافته توی زندگیتون. هر چقدر تلاش میکنید تغییری صورت نمیگیره و اون لحظه ممکن حتی شما ناامید هم بشید. این فکر کنید که زندگی من دیگه وارد یک دوران بدبختی و فقر شده. نه دوستان، اصلا چنین چیزی وجود نداره. زندگی یک الگوی تکراری از چرخه های بالا و پایین هستش که یک زمان شما در اوج قرار دارید، یک زمان ممکن شما در پایین قرار بگیرید. و یه ضرب المثلی هم هست که میگه که نه وقتی رسیدی اون بالا خیلی مغرور بشو، نه وقتی افتادی پایین خیلی ناامید بشو. یعنی چی؟ یعنی تو یک چرخه قرار داری، تو باید چرخه ها رو بشناسی و یاد بگیری که در هر نقطه ای از این چرخه که قرار داری بتونی با اون الگو همسو بشی، هم فرکانس بشی. حالا اینو براتون بیشتر باز میکنم. بیام با این مثال بگم این سطح 4 رو. شما یه دونه ای از یک گیاهی که خیلی میوه خوبی میده رو توی زمستون میکاری. هر روز میاد نگاه میکنه میگه چرا این گیاه رشد نمیکنه؟ چرا این گیاه نمیاد بالا؟ چرا نهال نمیده؟ خب الان شما تو فصل زمستون این دونه رو کاشتی، الان شما در فصل زمستان قرار داری.
در فصل زمستان فصل خواب گیاهانه. دونه ها در این فصل زیر خاک هیچ نوری دریافت نمی کنند، در یک تاریکی مطلق وجود داره. بیایم خودمون رو اون دونه تصور کنیم. دونه میگه پس چرا هیچ نوری نمیاد؟ پس چرا همه جا تاریکی قرار گرفته؟ بیایم از دیدگاه یک دونه به این قضیه نگاه کنیم. خب دونه باید ناامید بشه دیگه، باید ناامید بشه که ای بابا نه نوری میاد، نه من میتونم سر از خاک در بیارم، نه میتونم رشد کنم. ولی وقتی که فصل بهار میرسه نور خورشید آنچنان میتابه به این زمین و به این دانه، کم کم بارقه های نور وارد خاک میشه، کم کم این دونه روزنه های امید رو میبینه، کم کم میتونه رشد کنه و زمانی که سر از خاک در میاره متوجه میشه ای بابا دنیا پر از نور بود، من فقط تو یک چرخه ای از زمستان قرار داشتم که اون لحظه به من نور نمیتابید. یعنی من هر چقدر داشتم تقلا میکردم که رشد کنم، از دل خاک بیام بیرون، چون توی فصل زمستان بود، فصل خواب گیاهان بود، من نمیتونستم این نور رو بگیرم و رشد کنم. الان که شده فصل بهار، نور داره مستقیما با شدت زیادی میتابه و من سر از خاک بیرون آوردم، متوجه میشم که بله دنیا پر از نوره، هر روز پر از نوره، کل دنیا رو نور فرا گرفته و اون لحظه است که دانه اون باور محدود کنندش از بین رفته، تبدیل شده به یک نهال و هر روز رشد بیشتر میکنه. به این میگن دانش همسویی با چرخه ها و الگوها. در فصل بهار این نهال هی رشد میکنه، هی نور میگیره، هی رشد میکنه، هی نور میگیره، هی رشد میکنه. میگه چه خوبه، چه عالیه. اینقدر رشد میکنه که دوباره میرسه به تابستان، دوباره میرسه به پاییز، کم کم نور کم میشه، کم کم میرسه به زمستان و این نور هی کمتر و کمتر میشه و درخت برگها شروع به ریزش میکنه. پس دوست من اینجا رو دقت کن، دنیا از چرخه ها و الگوها تشکیل شده، کیهان با الگوها و چرخه ها تشکیل شده. در سطح چهارم ما یاد میگیریم که با چرخه ها همسو بشیم، انرژیمون رو صرف مقاومت با چرخه ها نکنیم. یعنی الان که فصل زمستون ما هستش، نیاییم بجنگیم، نیاییم باش مقاومت کنیم، بیاییم با فصل زمستون همسو بشیم. اگر هوا سرد شده نیاییم بگیم نه من دوست دارم که با تیشرت برم بیرون، خب سرما میخوری، خب مریض میشی، بدنت ضعیف میشه، بیا کاپشن بپوش برو بیرون و از این سرما لذت ببر. اگر میبینی که الان در نقطه از زندگی قرار گرفتی که اتفاقات بد میفته، هر چقدر تلاش میکنی نتیجه حاصل نمیشه، به اون دونه فکر کن که الان تو یک دونه هستی، قدرت رشد داری، برسه به فصل بهار و تابستون تو کلی رشد میکنی. پس دلیلی میشه که الان بخوای خیلی مقاومت کنی و دست از تلاش برداری. تو باید تلاشت رو ادامه بدی. خیلی از نتیجه ها مخفی باقی میمونن تا وقتی اینکه در فصل خودش برسه. وقتی که فصل رشد برسه، وقتی که اون نور تابیده بشه، تمام تلاش های شما یک جا نتیجه میده. پس سعی کن در فصل زمستان همسو بشی با چرخه، انرژیت رو در همان فرکانسی قرار بدی که چرخه تو قرار گرفته، نه باهاش مقابله کنی، نه باهاش بجنگی. اگه الان شرایط کشور شرایط تورمی وجود داره، فرصت هایی که توی این شرایط وجود داره رو پیدا کن، نه یا باش بجنگ، نه یا انرژی خودت رو صرف مقاومت با الگوها کنی. الگوها خیلی بزرگتر از توان ما هستن. الگوهای کیهانی الگوهای بسیار هدفمند، بسیار پیچیده‌ای هستن که ما فقط میتونیم باشون همسو بشیم. بذار یه مثال بهت بگم. توی آمریکا اگه یادتون باشه چند سال پیش یک آتش سوزی بزرگی شکل گرفت که خیلی از جنگل‌ها رو از بین برد. ببینید کشور آمریکا کشور بسیار پیشرفته است، یک کشور جهان اولی هست. در تکنولوژی حفاظت از محیط زیست بسیار پیشرفته هستند. ولی وقتی که یک جریانی صورت میگیره در سطح کیهان و جهانی و در سطح کره زمین، دیدید که کلی از جنگل‌ها سوخت و هیچ کاری از دستشون بر نیومد. یعنی نهایتش این بود که
کمی می اومدن آتش رو مهار میکردن، باز دوباره از یه جای دیگه توی این جنگل ها دوباره آتش سوزی شکل میگرفت. یعنی این اتفاق قراره بیفته. تو نمیتونی الان با این چرخه مقاومت کنی، هر چی بیشتر مقاومت کنی خودت تحلیل میری. اگر تو بتونی با چرخه های زندگیت همسو بشی، همه چیز به نفع تو تغییر میکنه، اتفاقاتی که میخوای میفته و نباید مقاومت کنی، باید با اون چرخه از زندگیت همسو بشی. گاهی اوقات ما یک عزیزی رو توی زندگیمون از دست میدیم که خیلی برامون مهمه، بعد از اون فکر میکنیم که اگر این نباشه دیگه زندگی من هیچ معنی و مفهومی نداره. شما نمیتونید چرخه مرگ و زندگی رو کنترل کنید. یه چرخه کیهانی بزرگی هستش که از کنترل ما خارج هست. اگر یک عزیزی از بین میره، اون یک فرصتی رو داره برای ما خلق میکنه. اون چرخه داره یک فرصتی رو برای ما خلق میکنه، ما باید به اون چرخه همسو بشیم. کریستیانو رونالدو وقتی که 15 الی 16 سالش میشه، توی خانواده فقیری دنیا اومده بوده و پدرش یک آدم معتاد به الکل بوده و از لحاظ مالی بسیار ضعیف بودن. یعنی تو سن 17 سالگی که خیلی تلاش میکنه که خودش از این فقر نجات بده، وارد تیم بزرگسالان لیسبون میشه و اسپورتینگ میشه و کلی میاد در سطح فوتبال میدرخشه و وقتی که وارد باشگاه منچستر یونایتد میشه پدرش رو از دست میده، پدرش میمیره. کریستیانو میتونست اونجا دو تا واکنش نشون بده، یا در سوگ غم پدر اینقدر در خودش فرو بره که دوچار افسردگی بشه و دیگه فوتبال رو ادامه نده. همین اتفاقی که برای آدریانو بازیکن برزیل افتاد، یکی از بهترین بازیکن‌های برزیل در سال 2004 تا 2007 که پاور شوتش 99 بود. بچه‌ای که اهل پلی استیشن هستن، توی پلی استیشن قدرت آدریانو، قدرت شوتش 99 بود. یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی برزیل و اینتر میلان بود. همزمان که خبر مرگ پدرش رو میشنوه، خودش تعریف میکنه، یک جیغ بلندی میزنه و بعد از اون دیگه آدریانو اون آدم سابق نمیشه و دچار افسردگی میشه و در اوج فوتبالش که اون روزها سال 2006 2007 آدریانو بیش از 80 میلیون دلار ارزش فوتبالیش بود در سطح فوتبال، اصلا محو میشه از دنیای فوتبال. آدریانو فوتبال رو میبوسه میذاره کنار. حالا بیاید با کریستیانو رونالدو مقایسه کنید. یه بچه 22 ساله پدرش رو از دست میده و این رو تبدیل به فرصت میکنه. میگه که من موندم که به پدرم ثابت کنم که من یه روزی موفق میشم، ولی حیف که تو اون روز نیستید. یکی از مصاحبات اخیرش همین 2-3 سال پیش فکر کنم بود، وقتی که خبرنگار باش مصاحبه میگه من بعد از مرگ پدرم خیلی ضربه سختی خوردم، ولی موندم که اینقدر موفق بشم که پدرم به من افتخار کنه، ولی خب دیگه امروز پدرم نیست. ولی آدریانو چه تصمیم گرفت؟ فوتبال رو گذاشت کنار. ببینید اینجا یک مثال خیلی واضح از دانش همسویی در سطح 4 شما میتونید ببینید. اگر یه اتفاق بدی میفته باش همسو بشو، اون رو تبدیلش کن به یک فرصت. وقتی که تبدیلش کنی به فرصت، همه چیز به نفع تو پیش میره، با کمترین تلاش بیشترین نتیجه خلق میشه برای شما. و بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ کریستیانو رونالدو جذب باشگاه رئال مادرید شد و شد بزرگترین خرید رئال مادرید و گرانترین خرید باشگاه مادریدی که ثروت بسیار زیادی برای رونالدو خلق کرد. برادراش، خواهراش، مادرش رو به یک ثروت بسیار عالی رسون. همشون رو وارد یک چرخه‌ای از ثروت کرد که تا قبل از اون واقعا همشون شاید فکرش هم نمی‌کردن یه روزی زندگیشون به جایی برسه که بخوان با جت شخصی از پرتغال بیان به مادرید و کل دنیا رو در اختیار داشته باشن و هر جا که بخوان برن و یک ثروت خیلی خارق‌العاده و خوبی در اختیارشون باشه. ولی الان آدریانو وضعیتش چی شده؟ آدریانو الان معتاد به الکل شده و تقریبا همسن کریستیانو رونالدو تو سن 41 سالگی نزدیک به 1000 گل زده، 5 توپ طلا برده، هر سال 100 میلیون دلار پاداش خالص از باشگاه النصر میگیره. ولی آدریانو توی برزیل معتاد شده.
Torres, Dani Olmo, Fermín López, Gavi, Vizca Barça, 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 Vizca Barça. Somos el equipo blaugrana, mejor leyenda catalana. میخوام آخر این پادکست براتون جمع‌بندی سطح 4 ماه آگاهی انجام بدم. ما فهمیدیم که در جهان الگوها و چرخه‌های منظمی وجود دارن که ما باید با اونها هماهنگ و همسو بشیم تا همه چیز رو به نفع خودمون تغییر بدیم. و الگوهای فراوانی و ثروت خود به خود وجود داره، اصلا نیاز نیست که ما خلقشون کنیم. ما فقط کافیه که با اون الگوها همسو بشیم. دنیا به خودی خود به سمت فراوانی داره پیش میره دوستان. ما در شیمی یک مفهومی داریم به نام آنتروپی، یعنی حرکت به سمت بی‌نظمی بیشتر، حرکت به سمت جابجایی‌های بیشتر. آنتروپی دنیا مثبت هست دوستان. فریب رسانه ها رو نخورید، فریب فضای مجازی رو نخورید که میگه که کره زمین با کمبود آب مواجه، کره زمین تا چند سال دیگه نفتش رو تموم میکنه، مردم جهان در فقر شدید به سر میبرن. اصلا این با حقیقت کیهان کاملا متضاد هستش. دنیا داره به سمت بی‌نهایت پیش میره دوستان. آنتروپی کیهان به سمت ثروت بیشتر داره میره. دانشمندان ناسا فهمیدن که کل کیهان داره با یک سرعت بسیار زیادی داره به یک سمت بزرگتری داره حرکت میکنه، داره همینجور داره دنیا داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. نگاه کنید، مقایسه کنید امسال سال 2026 رو با 20 سال پیش. چقدر تعداد افراد ثروتمند بیشتر شدن. همین ایران خودمون رو در نظر بگیرید. خیلی با پیج اینستاگرام با چند تا پست تونستن کلی فالوور بگیرن، کلی محصولاتشون رو بفروشن. قبلا این چنین چیزی نبود. چقدر از انسان‌ها با یوتیوب میلیاردر شدن، میلیونر شدن. با چند کلیپ یوتیوبی تونستن میلیاردها تومان ثروت، میلیاردها دلار حتی ثروت خلق کنن. مثل میستر بیست که خیلی از یوتیوبرها میشناسنش که با ویدیوهای سرگرم کننده تونسته ثروتی خلق کنه که شاید در حالت عادی برای یک انسان که بخواد با تلاش و تفکر خودش اینو به دست بیاره، حتی یک دانشمند، غیر قابل تصور باشه. پس ببینید دنیا داره به سمت ثروت بیشتر میره. 5 سال دیگه افراد ثروتمند بیشتر میشن، پول داره تو دنیا بیشتر میشه، فراوانی داره بیشتر میشه. 1000 سال آینده ثروت داره به سمت بی نهایت میره. انسانهایی که 100 سال آینده میان از ما ثروتمندترن، چون هر روز داره ثروت بیشتری در دنیا خلق میشه. دوستان حقه رسانه رو بذارید کنار و همسو بشین با جریان کیهان و بتونیم با اون ثروت وارد زندگی میکنیم. یک حقیقتی که به شما نمیگن و دائما از طریق رسانه اخبارها میگن که وضع جامعه خرابه، مشکل بیکاری، مشکل تورم، نه دیگه شما نمیتونید موفق بشید، شما نمیتونید صاحب خونه بشید. ببین اینا همش حقه هستش. اصلا اقتصاد جامعه روی اقتصاد فرد تأثیری نداره به صورت مستقیم. شما در نظر بگیرید تو همین جامعه خودمون خیلی از دل یک خانواده فقیر موفق شدن، ثروتمند شدن، صاحب خونه، ماشین شدن، همه دزد و دلال نیستن. خیلی از هموطنامون تلاش میکنن، خیلی از طریق تلاش به موفقیت رسیدن، باور به ثروت داشتن. شما وقتی که از درون تغییر کنید، تو همین لحظه‌ای که ما فکر میکنیم دلار شده 200,000 تومان، خیلی دارن در ماه مثبت 10 میلیارد تومان درآمد کسب میکنن، مثبت 1 میلیارد تومان درآمد کسب میکنن. خیلی از افراد نسل دهه 90 و 80 دارن از طریق فضای مجازی درآمدهای بسیار خوبی کسب میکنن. و این فریب رو بذاریم کنار که دنیای ما داره به سمت نابودی میره، جهان ما هر روز داره بدتر و بدتر میشه. اینا همش حقه است. شما اگر از درون تغییر کنید و شرایط کشور رو به عنوان یک فرصت در نظر بگیرید، دانش همسویی رو فراموش نکنید. از این تورم، از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده کنید، با کمترین انرژی میتونید بیشترین بهره وری رو داشته باشید.
درود دوستان خوبم، من حسین هستم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داری که از این آموزش ها رو بیشتر یاد بگیری، کافیه که کانال ما رو سابسکرایب کنی و همراه ما بشی.